برای راه اندازی یک وبسایت شما نیازمند هاست و دامنه است. حالا هاست و دامنه چیه؟ سلام، من امیر ایدری هستم، کارشناس فنی شرکت فیبیلند. دامنه چیه؟ دامنه آدرسیه که کاربران میتونن از طریق اون به وبسایت شما دسترسی پیدا کنن. دامنه از دو بخش تشکیل شده: اسم و پسوند اون. مثالای زیادی میتونم براتون بزنم. یه نمونهش وبسایت fibiland.com که از دو بخش اسم فیبیلند و پسوند کام تشکیل شده. پسوندهای زیادی برای دامنه ها داریم. یه نمونهش پسوند شاپ که برای وبسایت های فروشگاهی استفاده میشه، یا پسوند کو که برای کمپانی ها استفاده میشه، یا پسوند IR که مخصوص وبسایت ها و دامنه های ایرانی هستش. اگر میخوای بیشتر راجع به دامنه ها بدونی، یه مقاله براتون آماده کردیم که توش کامل راجع به همه دامنه ها توضیح دادیم و تاثیر اونا روی سئو وبسایتتون گفتیم. حالا هاست چیه؟ هاست فضا و سرویسیه که فایل ها و دیتابیس وبسایت شما روی اون قرار میگیره. بخوام ارتباط هاست و دامنه رو براتون با این مثال توضیح بدم، هاست زمینیه که شما خونه و ساختمون خودتون رو روش ساختین و دامنه آدرس اون محله و خونه هستش که شما میتونین از طریق اون خونه رو پیدا کنید. حالا چجوری باید هاست و دامنه رو به هم دیگه متصل کنیم؟ هر هاست یه سری DNS ها داره که باید روی دامنه شما ست بشه. چجوری باید این کارو بکنیم؟ تو ادامه بهتون میگم. خب همونطور که میبینید ما اینجا دو تا دامنه داریم. من میخوام که این دامنه رو متصل کنم به هاستی که اینجا تهیه کردم. من برای تست یک هاست و یک دامنه با نام استاد امیر داتایار از وبسایت راستشین کلاود تهیه کردم. همونطور که میبینید اینجا من به هاستم دسترسی دارم، هاست 6 ماهه پلن خارج، و همینطور دامنه که اینجا قابل تنظیم هستش. اول از همه وارد داشبورد هاستم میشم، میام پایین‌تر. بله همونطور که میبینید هاست من دو تا DNS در اختیار من قرار داره. یکی ns3.prohostdns.com و دومی ns4.prohostdns.com. شما از بخش داشبورد تنظیمات هاستتون میتونید به DNS هاتون دسترسی داشته باشین و ببینید DNS هاتون چه چیزایی هستن. وگرنه میتونید به پشتیبانی هاستینگتون تیکت بزنین تا DNS های هاستتون رو در اختیارتون قرار بدین. خب وارد تنظیمات دامنه میشم. وارد بخش نیم سرورها میشم. خب همونطور که میبینید اینجا 4 تا DNS از من میخواد. از این بخش DNS های خودم رو کپی میکنم. و در آخر گزینه تغییر نیم سرور رو میزنم. خب همونطور که میبینید اینجا با پیام تغییرات با موفقیت اعمال شدن روبرو شدیم و اگر وارد بخش نیم سرور را میشیم میبینیم که DNS های هاستمون به خوبی روی دامنمون ست شدن. این فرایند یکم زمان بره، ولی بعد از حدود 1 یا 2 ساعت وبسایت شما در دسترس خواهد بود و شما میتونید طراحی‌های خودتون رو شروع کنید.